سلام بچه، با یه سوال دیگه از اهرم ها در خدمتتون هستیم. الان میخوایم یه سوال دیگه حل کنیم، ببینیم چی گفته. همه اینا سوالای امتحانات نهایی هستن و اول سوالای نهایی رو حل میکنیم تا به تسلط کامل برسیم. گفته که اگر در شکل مزیت مکانیکی اهرم 2 و اندازه وزنه یا نیروی مقاوم 150 نیوتن باشد، اندازه نیروی محرک چقدر باید باشه تا دستگاه در حالت تعادل باقی بماند؟ خیلی خوب بچه، ما میدونیم که ما دو تا فرمول داریم. یکیش اینه که مزیت مکانیکی یا همون A مساویه نیروی مقاوم بر نیروی محرک. نیروی مقاوم بر نیروی محرک. یکی دیگهش که حالا دیگه من نمی نویسم، مزیت مکانیکی مساوی بازوی محرک بر بازوی مقاوم هستش. حالا ما باید از کدوم استفاده کنیم؟ ببین، به من اطلاعاتی در مورد نیروها داده یا بازوها. آیا در مورد این بازوها به من مثلا اطلاعاتی عددی داده این بازوها یا نه اطلاعاتی نداده؟ یا این بازو مثلا خب نگاه میکنم میبینم در مورد بازوها به من اطلاعاتی نداده. اطلاعاتی که به من داده در مورد نیروها هستش. پس متوجه میشم باید از فرمول نیروها استفاده کنم، یعنی از فرمولی که گفته نیروی مقاوم بر نیروی محرک. خیلی خب، ببین بچه ها، به من مزیت مکانیکی یا A رو داده. مزیت مکانیکی رو ما با A هم نشون میدیم دیگه. A رو داده، اندازه وزنه یا نیروی مقاوم رو هم به من داده. اینو ازم خواسته. خب یه جایگذاری بسیار ساده، میام به جای A میذارم 2، به جای نیروی مقاوم میذارم 150. خودش گفته 150 و اینجا میشه x. از اینجا x رو میارم 150 تقسیم بر 2 و در نهایت مقدار x ما از اینجا میاد x مساوی 75 نیوتن. واحد رو هم میذاریم 75 نیوتن. مقدار این ای ما خواهد بود، مقدار نیروی محرک ما خواهد بود 75 نیوتن.